سلام، من امیر هستم، این پیک اولمه. سلام، مهدی هستم، پیک اولمه. سلام، ستون خوبی؟ چه خبر؟ من شمسی جون هستم، به چالش پیک اول آخر پیوستم و این پیک اولمه. الشاشه پردازه ستسن سو تهتا. سلام، آمهدی هستم، وارد چالش جهانی شدم، پیک اولمه. بجوز. خب وارد مرحله دوم چالش میشیم. ما پیک دوممونه. فکر کنم یه چیزی توش به خودش افتاده. ببینم سلامتی چشات. اینجا آتشکال افتاده، ببین آتشکال. سلامتی گرم. نه اونو نگو. ایلان اولوب ساش میاد، دوباره اولوب داش میاد، هر تهچونده بیبیزی داش میاد. روزگاری درختی ده میشه. بستی دایی زلدم هم بخور خود. خب این پیک سوممونه. اشکام دیگه کم دوباره توش آتشکال به خودش افتاد. گاه نخواد، اینو سری قبلی گفتی حفظم من. خب سلامتی مادر شوهرم. نه چرا اصلا مادر شوهرم، سلامتی خودمون بیا. نه من پایین، من زیر. اصلا نه اصلا نمیتونم. ازیمس. مهدی هستم، پیک آخرمه. آقا مهدی داداش دوربین این وره. خب من غلام، این پیک آخرمه. امیر نبودی مگه؟ نه من غلام همه غلام همه. خب من شمس جون هستم و پیک آخرمه و من هنوز به خودش نگرفت. میخوام زنگ بزنم مادر شوهر خوشگلم و جاریه خوشگلم بیان منو جمع کنن. من خوبم، من خیلی خوبم. کجام؟ Ahmetli hestem peç ahır istiçanın yarısı bizi istemeyen ne? مهدی جان راستی قرار بود بریم طلا این علنگوی منو به خودت عوض کنی، چی شد؟ چی؟ میگم قرار بود بریم طلا این علنگوی منو به خودت عوض کنی، چی شد؟ بابا چی میگی؟ واقعا صدا نمیاد نه؟ نه. میگم قرار شد بریم طلا فروشی علنگوهای منو به خودت عوض کنی، از این کلفتا به من بخری، چی شد؟ میخوای پاشو بیا بشین اینجا جای من، ببین چی نمیشنوم. من بیام اونجا؟ وایسا. میگم شمسی جون پنجشنبه بهت گفتم بیا داخل اتاق تخت و مرتب کنیم، چی شد؟ چی؟ بابا پنجشنبه تخت مرتب کردن چی شد؟ بابا صدات نمیاد والا. آره فهمیدی هرچی اونجا میشینه صدا نمیاد؟ آره راست میگی، قضاوتت کردم. اینجا هر کی میشینه اصلا صداش نمیاد. آره فهمیدم. آره شمسی جون میای بریم تخت مرتب کنیم یا چته؟ آناناس سیبلر تخت مرتب کردن بهت ریدن. هر موقع علنگام عوض کردن این کلفته گرفتی اون موقع با هم دیگه میریم تخت مرتب میکنی. سلام علیکم всем вам добрый вечер пацаны. سلام چطور خوبی؟ چه خبر؟ امروز با روزمرگی های من و آقایی امروز میخوایم با آقایی یه غذای خیلی خوشمزه درست کنیم که اول پودر سی رو میریزیم به خودمون، بعد یه مقدار فلفل به خودمون سیاه میریزیم، بعد آقایی مرسی، بعد اینو که اینجوری کردیم دوتا زدی تخم مرغ خراب کردی دیگه. یه دقیقه کنم، یه دقیقه کنم، زنگ بزن پیتزا بیاره، اینجوری لایف استایلش خیلی بهتره بابا. اینجوری هم بیشتر دیده میشه. آره خب همونجوری که مشاهده میکنید لاکچری بازی ما به خودش ادامه داره. پیتزامون هم رسید، البته گیاهیه، آقامون به خودش رژیم داره. فکر نکنید ما رو زمین نشستیم پول نداریم. ما میز ناهارخوری سفارش دادیم از پیج میز ناهارخوریون، اونم بیاد استوریشو بهتون میذاریم. آقا این سس میذاری بذاری دهنم چیو؟ چه صفت؟ آقا کات کن بابا، الان پیجمون فردا میگیرم. کات کن. چرا اینجوری پوشوندی؟ اونو پول نداد نذاشتم تبلیغشو بده. ولش کن. کات کن آقا، کات کن. باز کن بذار دهن. سلام چطور خوبی؟ چه خبر؟ امروز اومدم یه محصول خیلی خوب بهتون معرفی کنم. این شلوارای خیلی خوشگلی که می‌بینید ست با آقایی با هم دیگه گرفتیم، از پیج خودم دوست بهمون فرستادن. خوراک شمال و نمیدونم ساحل آنتالیا و اینجور جاست. آقا یه دور بزن. من که نه خراب میکنی. بله این ستاره میتونید از این پیجی که گذاشتیم این زیر تهیه کنید. اومد برو در بیار، الان باید پس بدیم. بوم قطع کن قطع کن.
عشقم بیدار شیم بیدار شیم خوبت میاد قربونای چشش بشم من دوست داری بخوابی؟ میخوای بیارم بهت صبونه درست کنم؟ ببین چه اتفاقی به خودش رخ داد. جواب سونوگرافیمون هم اومد برای اولین بار تو پیج‌های روزمرگی و لایف استایل. ما یه کاری کردیم. آقای بیا اینور. آقایی به خودش باردار شده. 500 تا فالوور می‌خوایم ما. ببینم چیکار می‌کنید. آقایی بشین برای بچه ضرر داره. بشین. آفرین. حالا زایمان کنم ببین چقدر فالوور می‌گیره. بفرمایید تو رو خدا. موز چقدر گرون شده. خیلی خوش اومدیم. بفرمایید بفرمایید. خیلی ممنون شمسی جون، چقدر زحمت کشیدیم. ببخشید تو رو خدا مزاحمتون شدیم. Ayel bomdalı var. بله؟ Ayel. این فوش داد؟ نه بابا این چه حرفیه؟ منظور آقامون اینه که یه مقدار خم بشوید تا بتواند بزنن پشتتان پشتی را راحت تر باشین. Meşe Murtuza götüye. ولی این دیگه حرف بدی بود. نه بابا فکر نکنم ها. Götüye baba. Bazı sen de götüye. بابا یعنی بخوره. بله؟ چیو بخورم؟ میوه‌ات رو بخور دیگه. نذار بمونه. هزینه کرده. ببخشید اون متوجه نمیشی. ای بابا چرا راحت نیستید شما؟ شلوارو چخار. ولی به جون آدم یکی دیگه فوش بود. شاید باورت نشه ولی منم فکر کنم فوش داد. Meşe Murtuza زود قضاوت نکن. منظور شمسی جون اینه که پاشید شلوارتون عوض کنید. بازی فهمه. میگم بعد نباشه ما انقدر راحتیم. عضو میخوام فندک داریم؟ Meşe Murtuza. پخیان قاشق برنده olur. این دیگه فوش بود منم فهمیدم. میگه هر کی که گو میخوره قاشقش هم باید کنارش باشه، درسته؟ نه خیرم اصلا اینجوری به خودش نیست. یعنی ای شمایی که به خودتون سیگار میکشید لطفاً فندک خود را به همراه داشته باشید. پس من بعد متوجه شدم. دیر میگیری همه چی. خب جای ما اینجا نیست ها. دارم به ما بی‌احترامی میکنن. باشو بریم. ناراحت شدم. آره. شلوارم ببریم. آره بابا باشو بریم. مای زندگیم چیه با یه قلب قرمز یه قلب بنفش؟ میگم مای زندگی چیه با یه قلب قرمز یه قلب بنفش؟ با تو هم مای زندگی چیه با یه قلب قرمز یه قلب بنفش؟ آقای پیزگرخچی گوشی توه. قلب قرمز قلب بنفش. سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر عرض تشکر دارم.